میگه دوست دخترم رو بردم خونه خالی واسش از اون فیلم ها گذاشتم. گفت نمیفهمم این چه فیلمیه. گفت شاید برای شما هم اتفاق بیفته. تو چقدر نمکی کونی. یه میدونید وقتی قند مریض میشن کجا میرن؟ کجا میرن؟ قندون پزشکی. پرتیشه خنده دارم خودم به جایی خودم بخنم. میدونستی به باقی مونده حجم فلش چی میگن؟ چی میگن؟ تحقیق. حالا میدونستی اگه فلشا برن رستوران چی سفارش میدن؟ تنگ. شیشگیک. به دخترایی که با مرام باشن میدونید چی میگن؟ چی میگن؟ هوریای ولی. خب این داره میخواه. تو چرا داری میخواه؟ حاده پوریا ولی افتاد. میدونستی نوشیدنی مورد علاقه سیارات چیه؟ چای نپتون. خفه شو. اینو خودم مرسی استادم بزن. مرسی باریکلا. ولی ماهی‌ها اگه درونگرا بشن اسمشون چی میشه؟ چی؟ اوزون درون. میدونی ماهیا به خواهرشون چی میگن؟ ذهنم جای خوبی آبزی. نمی. میدونی به موزی که نرسیده چی میگن؟ زنگ زدی برات رسیدی زنگ بزن. میدونی به کاکتوسای با معرفت که به هم دیگه چی؟ میدونی کاکتوسای با معرفت به هم دیگه چی میگن؟ خارداشتی زنگ بزن. به فیله میگن ایست با زرافه تو جنگل بود میگه ببینیم. میدونی اگه ماهوارا زیاد آب بخورن چی میشه؟ چی؟ دیششون میگیره. به تبریز میگن شهر بدون گدا چون اونجا صداشون میکنن زدا. میدونی فراتر از فراموشی چیه؟ فرا گربه‌ای. با املاکیه رفته بودم خونه ببینم گفت ویوش عالیه. گفتم ولی لایکاش فیکه. میدونید چرا سیناها دیر خسته میشن؟ چون از یه نا بیفتن 29 تا نا دیگه دارن. تنها پیشگویی که تو کل عمرم دیدم درست از آب در اومد پیشگویی بابام بود که گفت تو هیچ گویی نمیشی. یه روز یه ماشینه میره تو جدول حل میشه. میدونی چرا هیچکی با ماهیا دوست نمیشه؟ چون پولکی هم. میدونی آلت تناسلی و مکعب روبیک چه چیزای مشترکی دارن؟ هرچی باش بازی میکنی سخت‌تر میشه. میدونی تفاوت بین دماسنج دهانی و مقعدی چیه؟ میدونی بین تفاوت بین دماسنج دهانی و مقعدی چیه؟ مزه. دختره استوری گذاشته بکاراتم رو فدای لبخندت کردم. بعد من تو 20 سالگی فکر میکنم چوچول دفراس کره است. نه. فیل به یه مرد برهنه میدونی چی میگه؟ میگه چجوری با اون چیز کوچولو نفس میکشی؟ یه روز دیگه مگسته گلو درد میگیره مامانش واسش اسهال درست میکنه. بچه شیر و پلنگ چی میشه؟ چی میشه؟ نه من میگم کفتا میشه شیله باشه. اولین بازی که دیابت داشت کی بود؟ باریک. سامان تو این کانال ها عضو همه رو میخونه. وقتی قلب کسی ایستاد چه کاری انجام دهیم؟ واسه صندلی میاره. چرا تو رانی تیکه های میوست ولی توی شیر تیکه های زنه به شوهر قزوینیش میگه من پسر میخوام، شوهرش میگه منم پسر میخوام، تو رو به زور بهم دادن. یه سوال دارم، چرا سرما سوز داره ولی گرما گوز نداره؟ چه شباهتی بین نون سوخته و آدم غرق شده هست؟ جفتشون رو دیر کشیدم بیرون. با بزرگم آلزایمر داره. دیشب فکر کرد پسرشم داشت میزدتم. خدا رو شکر فکر نکرد زنشم. تنها میوه‌ای که اسپنگ دوست دارم یه چیه؟ هندونه باریکلا. بچه‌ها یه ادوایسی داشتم واسه تو. شب جمعه اصلا دعا نکن چون انقدر پا در هواست دستا دیده نمیشه. اعتدا تولدایی که تو آذر ماه میبینم مشخصه که توی خیلی حال میده. یه سوال ذهنمو مشغول کرده که چرا انسان میتونه پاهاشو از دست بده
ولی دستشو از پا نمیده. یه مرده بود رفته بود معدن، باقیش باشه برای بعدن. تو چقدر نمکی کونی. یه یاروی بی هوا میره تو اتاق خفه میشه. ای پیامبر قیمت زکات و فطریه امسال چقدره؟ پیامبر قیمت دایرکت. اصلا من هر جا میرم همیشه جا پارک پیدا میکنم. اگه گفتی چجوری؟ چون ماشین نمیدارم. میگن زلاتان وقتی توی فوتبال تکروی میکرده همتیمیاش بهش میگفتن ما زلاتان چشم یاری داشتیم. اگه گفتی تفاوت بین منشی خوب و منشی خیلی خوب چیه؟ تو حجمش. واقعا تو حجمشه. منشی میگه صبح بخیر رئیس، منشی خیلی خوب میگه صبح شده رئیس. میدونی اونایی که میخارن کجا میرن؟ پیش وزیر امور خارجه. یه روز اومدم به دوست دخترم پی ام بدم ولی چون از 12 شب گذشته بود ای ام دادم. میرسیم به فروشگاه هایی که سیگار ندارن چی میگن؟ بیگار. سوپرمارکت. سوپرمارکت. میدونستین رازها هر وقت با هم دعواشون میشه به هم چی میگن؟ دعوای لفظی. میگن فاشیو. جای دو سرپرک مادر پدرش بمیرن چی میشه؟ بی سرپرک میشه. گلبول سفید میره داخل خون میبینه همه گلبولا قرمزن، بعد میگه ای بابا چرا منو در شریان نذاشتید؟ میدونین به چای مشهد چی میگن؟ میگن مشتی. مثل پینوکیا وقتی میخواسته تتو بزنه پیش کی میرفته؟ منبت کار. تو صف آبربانک از پیرمرده پرسیدم آقا میشه تو اینا پول هم گذاشت؟ گفت پسرم اگه پول داشته باشی تو هر چیزی میتونی بذاری. Bir kenarda bir köşede görmesen de varlar. مخترع فلش میمیره میذارنش تو قبر، اینا جا نمیشه اونوری میذارنش جا میشه. تو این دور زمانه واسه ازدواج کردن باید تخم داشته باشی. توان مالی، خونه، ماشین. ایول. پلیس جعفر رو میگیره میگه دهنت چرا بو الکل میده؟ مشروب خوردی؟ جعفر میگه چه ربطی داره؟ تو صبح پا میشی دهنت بو گو میده، گو خوردی؟ میگه چرا خورشید شبانه میاد بیرون؟ چون باباش نمیاد. عبار سینگ وقتی سنش رفته بود بالا بهش میگفتن پیرسینگ. از ترکیه میپرسن اگه یه دختر به ادرا بده چیکار میکنی؟ میگه ازش سبقت میگیرم. داشتم قدم میزدم دیدم یکی داره تار میزنه. عینکم گذاشتم دیدم نه کاملا داره واضح میزنه. میدونستید اگه از پتو زیاد سوال بپرسید چی میشه؟ چی میشه؟ ملافه میشه. این رونالدو اگه پیشرفت کنه چی میشه؟ رونالسو. جعفر تو خیابون داشته راه میرفته دختره میگوزه. جعفر میگه حق داری، دختر خوشگل باید دزدگیر داشته باشه. میدونی ماهی از کجا میفهمن دارن حامله میشن؟ از رو عادت ماهیانه. پیرزنه میره دکتر میگه آقای دکتر ازم آب قهوه‌ای میاد. دکتر میگه از بس که ندادی زنگ زدی. کمبوجیه موقع مرگش همه رو دور خودش جمع کرد. گفت من تو زندگیم کم ببوجیدم، شما بیشتر ببوجید. تو فلش داشتم با هم دیگه دعوا میکردم. یه فلاپی رد میشه میگه واقعا که فرمت ها از بین رفته. گرگه حامله میشه بز میساد. گرگه حامله میشه بز میزاد. میپرسن چرا بز زاییدی؟ میگه رفتم خونه شنگول و منگول، گفتم منم مادرتون. باباشون خونه بود داشته. موچه خندیدی. آره یه خندیدی. وقتی یه مغول غذاشو نمیخورد مامانش بهش میگفت بقول. میدونی مامورای اطلاعاتی با هم دعوا کنن چه فحشایی به هم دیگه میدن؟ فحشای جاسوسی. میگه دیگه هیچی مثل سابق نیست. امروز یه بیسکویت مادر خریدم مزه همه میداد. میدونی چرا کاغذا برای هم دیگه جوک نمیگن؟ چرا؟ چون از خنده پاره میشن. این آخرین تلاش زلیخا چی بود؟ برای حضرت یوسف؟ اینکه حداقل یه انگشتمون بکن. قار البیسد به من برسه میگه راستش من دیگه قار بودن رو گذاشتم کنار، میخوام از این به بعد تنگه ابو قرک باشه. میدونین به کوکائینی که رفته مشهد چی میگن؟
مشکوک. میرسین کشمشا رو با چی میکشن؟ با تخدیر انداز.